امروز 20 از خفن ترین سریال های جهان آوردم که بالاترین امتیاز دارن و قرار 2-2 کنار هم قرارشون بدم و بگم که شما بهتره که کدومشون نگاه کنین که ارزش داشته باشه. با من همراه باشید. خب همین اول اومدیم با خفن ترین سریال هایی که همتون میشناسید. برکینگ بد با امتیاز 9.4، گیم آف ترونز با امتیاز 9.2 از 10. اگه دنبال سریالی هستید که از اول تا آخرش هیجان داشته باشه، مثلا من سراغ هیچ کدومشون نباید برید. چرا؟ چون که اینا سریالایی هستن که تازه از فصل 2 و 3 بعد بازیگرای اصلی بهش اضافه میشن و تازه از اون موقع که داستان اصلی شکل میگیره. ولی مثلا بخواید از بین این دوتا ببینید، اگه واسهتون داستان مهمه، جلوه ویژه مهم نیست، برکینگ بد ببینید. اگه واسهتون داستان مثلا جلوه ویژه اینا واسهتون مهمه، حتما گیم آف ترونز ببینید. ولی من خودم باشم گیم آف ترونز میبینم، چون که برکینگ بد اون چیزی نبود که انتظار داشتم. مثلا همه میگفتن عجب فیلمی و مثلا خیلی هیجان داره، مثلا من اینجوری نبود و گیم آف ترونز بیشتر باحال حال کردم. خب بریم سراغ دو تا سریال بعدی. بتر کال سول با امتیاز 8.9 و اونور واکینگ دد با امتیاز 8.1. اختلاف امتیازش درسته میدونم زیاده، ولی کسی که از برکینگ بد خوشش نیومده باشه 100% بتر کال سول هم خوشش نمیاد، چون داستانش به هم ربط داره و یک سری بازیگراش هم مشترک هستش. ولی از اونور واکینگ دد به نظر من اولین سریالی بود که شروع کردم و به نظر من خفن ترین سریالی بود که تو عمرم دیدم. چرا؟ چون هم داستانش خیلی خوب ادامه دار شده، هم مثلا از جذابیتش به نظر من کم نشده و 11 فصل این سریال ادامه داشته و تازه که تموم شده اسپیناف ها هم واسش اومده و اسپینافاش هنوز ادامه دارن و شما میتونید این سریال رو نگاه کنید و لذت ببرید. خب بیاین یکم جنایش کنیم. شرلوک هولمز با امتیاز 9.5 از 10، اونور ترو دتکتیو یا همون کاراگاه حقیقی با امتیاز 8.9 از 10. هر دوشون تو ژانر جنایی واقعا حرفه‌ای کار شده و شرلوک هولمز به نظر من یکی از نقطه‌های ضعفش اینه که خیلی دیر به دیر دارن میسازنش و از اون ور ترو دتکتیو یه داستانی که خیلی خوب چفت و جور شده. یعنی سریالیه که فقط فصل یکشو من دیدم، چون هر فصل بازیگراش عوض میشن، داستانش هم عوض میشه، ولی فصل یکش یک جور دیگه شاهکاره. حتما فصل یکش رو ببینید. ولی به نظر من شرلوک هولمز هم سریال خفنیه و اگه میخواید اولویت بندی کنید، اول ترو دتکتیو رو نگاه کنید فصل یکش رو، بعد بریم سراغ شرلوک هولمز. خب بریم سراغ ژانر ماجراجویی. The Last of Us با امتیاز 8.8، اینور سریال لاست با امتیاز 8.6. اگه دنبال سریالی هستید که واقعا جذبتون کنه، هر دوتا رو ببینید. ولی سریال لاست آف آس یه سریالی بود که از روی یک بازی ساخته شد، ولی مثلا توی انتخاب بازیگر یه جورایی گند زد، ولی هنوز داستانش جذابه. از اون سریال لاست به نظر من سریالی که واقعا جذبتون میکنه، از اولش قوی شروع میشه و از فصل آخر سریال یکم از جذابیت میافته، ولی همچنان به نظر من سریالی که ارزش دیدن داره. نوبتی هم باشه نوبت ژانر معماییه. سریال بلک میرور یا همون آینه سیاه با امتیاز 8.7 و اون سریال دارک با امتیاز 8.7. هر دوتا امتیازشون برابره. سریال بلک میرور یا همون آینه سیاه یه سریالیه که اونم مثلا یه جوریه که شما فصل آخر یعنی بهتون میچسبه و اینا، یعنی میدونین چی میگم، فصل اول یکم باید تماشاچی باشید تا اتفاقا بیفته و وسط کار به بعد سریال تازه بهتون حال میده. ولی سریال دارک اگه میخواید یه سریالی باشه که یعنی کلا بعد 3 بار دیدن هم نفهمید معمایش، یعنی درجهش واقعا خیلی بالاه، سختی کار خیلی بالاه و میتونم بگم که سریال معمایی به این شدت هنوز رو دست سریال دارک نیومده و نخواهد آمد. یعنی میخواین یه سریال ببینید که ژانر معمایی قشنگ بهتون بچسبه، برید سراغ سریال دارک، بعدش برید سراغ سریال بلک میرور.